عزیز، امروز قصد داریم که در این برنامه هویت میمره، یکی از مافیای واردات خودرو رو به شما نشون بدیم. با قرار دادن پازل ها در کنار همدیگه متوجه خواهید شد که میمره چه شخصی هستش و همونطور که ما در برنامه قبلی هم قول دادیم ما دیگه تعارف با کسی نداریم و میمره و دالزار و رزه‌ای که خبرگزاری ها میذارن که عملا میخوان آبروی طرف رو حفظ بکنن، ما دیگه در برنامه پشت پرده تعارف نداریم و هویت این افراد رو منتشر میکنیم، اسمشون، اسم و فامیل کاملشون، عکسشون و اسم شرکتشون رو، که اگر کسی دزدی میکنه باید مردم بدونن و آبروی اون شخص بره که اینقدر فساد در جامعه صورت نگیره. چند ساعت پیش بهتر بگم که 24 ساعت پیش یک نامه‌ای منتشر شد در خبرگزاری مهر که این نامه حاوی نکات عجیب و غریبی بود که نشون میداد که آقای محمد شریعت مداری، وزیر صنعت، معدن، تجارت، یا بهتر بگم سمت، یک تخلف خدا میلیاردی انجام داده و رانت انجام داده برای یکی از اشخاص، بهتر بگم همین میمره‌ای که در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری امکانات خودش رو در اختیار ستاد دکتر حسن روحانی قرار داده بود که اینجا شماره اولش بود که البته خبرگزاری عصر خبر اومده بود این قضیه رو فیلتر کرده بود که نام این شرکت پاک بشه. اما امروز این شرکت رو، هویتش رو نشون میدیم و به شما نشون میدیم که در طول چند ماه گذشته چرا اینقدر نوسان خودرو ایجاد شد، واردات خودرو چرا اینقدر تأثیر گذاشت روی خودروهای داخلی رو گرون کرد. و یادتون هستش که یکی از مدیران عالی رتبه کشور اومد لاکچری دروغ گفت و بهتر بگم که رئیس سازمان بازرسی کل کشور اومد گفتش که یه سایتی زرتی هک شده، 5000 تا خودرو وارد شده و عموما مردم رو من نمیدونم اینا چی فرض کردن. و امروز نشون میدیم که اختلافات فاحش 500 میلیارد تومانی هم وجود داره، یعنی در عدد و رقم هایی که اینها دارن میگن. یه نکته هم بگم که در همین وسط ویدیو لطفاً ویدیوها رو لایک بکنید و به اشتراک بذارید. اگر مثلا از این آدم خوشتون نمیاد یا کلا از این دزدی ها خوشتون نمیاد، ویدیو رو دیسلایک نکنید، ویدیو رو لایک کنید و به اشتراک بذارید که همه ببینن و هویت این افراد رو بشناسن و بدونن که این افراد چقدر دارن به مردم دروغ میگن. لطفاً این کار رو انجام بدید و ویدیوها رو به اشتراک بذارید. کانال یوتیوب برام پشت پرده رو هم سابسکرایب بکنید. خب بپردازیم به این دروغ لاکچری رئیس سازمان بازرسی کل کشور که در صدا و سیما اومد یه حرف جالب زد. شایعه‌ای که پس از 1 سال تایید شد. رئیس سازمان بازرسی گفته موضوع واردات غیرقانونی 5000 خودرو که پارسال در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش اتفاق افتاد گوش بدید، در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش 5 من اینجا چون کیبوردم فارسیه 1000 خودرو در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش. اینم میارم بالا قشنگ تو چشم باشه. اینا رو داشته باشید که در ادامه با اینا کار داریم. خب هکرهایی بوده که این سایت را هک کرد. کار هکرها بوده، زرتی خودرو ثبت کردن، بعد کار هکرها هم بوده خودروها رو ترخیص کردن، کار هکرها هم بوده که برگ سبز گرفتن، کار هکرها هم بوده تو بازار فروختن، کار هکرها بوده که من بوده که هکرها بوده. خب در رابطه با ماشین‌های خارجی متاسفانه سایت وزارت سمت هک شد و در حدود 5000 ماشین گران قیمت و مدل بالا وارد کشور شد. قیافش نگاه کنید با چه اعتماد به نفس خاصی میگه 5000 خودرو. به این 5000 عدد توجه بکنید و انگار مثلا چی بگم اکتشافات مثلا هسته‌ای انجام دادن با این یقه آخوندید. خب 4000ش ترخیص شده و وارد بازار شده و 1000 تاش که در گمرک هست. انشالله بتونیم راجع به اون مسائل هم تصمیم بگیریم. اختلاف بعضی از این ماشین ها نزدیک نیم میلیارد میرسه، 400 میلیون اختلافشون 400 میلیونه. ببینید 400 میلیون اختلاف هر هر خودرو. خب اینا هم داریم. خب مثل ولوو، بی ام
به گفته آقای سراج قرار است فردا در جلسه مبارزه با فساد اقتصادی در خصوص 4 بازار خودرو، مسکن، ارز و سکه تصمیم گیری شود و مردم به زودی تأثیر محسوس این تصمیم گیری را در بازار خواهند دید. یعنی لاکچری دروغ میگن، تاثیر محسوس. همین الان که من دارم باشون صحبت میکنم یورو 10500 تومانه، اون موقعی که این آقا مصاحبه کرد یورو فکر کنم نزدیک 7000 تومان بود. چه تاثیر محسوسی. حالا طلا اینا بماند چون این ویدیو ممکنه آرشیو بشه، ممکنه یک ماه دیگه وقتی میاد ممکنه یورو بشه 15000 تومان، ممکنه بشه 5000 تومان. پس لطفا این عددها رو رفرنس قرار ندید. خب بعد دیدن که حسابی داره گنده قضیه بالا میاد و مردم گفتن بابا ما رو چی فرض کردید، یعنی مگه میشه سایت هک بشه. اومدن دوباره این قضیه رو تکذیب کردن از قول وزارت صنعت معدن تجارت. ببینیم چی میگه این مجری. روابط عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت خبر هک شدن سایت ثبت سفارش این وزارتخانه را تکذیب کرد. ببین روابط عمومی میگه، آدم عادی نمیگه. خب این مرکز تخلف در ورود 6481 خودرو به گمرکات کشور را تایید کرد. چند تا؟ یک بار دیگه. 408 تخلف در ورود 6481 خودرو 6481 خودرو تخلف. اختلاف اون 5000 تایی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت با این عددی که اینجا ثبت شده چقدره؟ 1481 خودرو رو ماستمالی کردن. دو مرجع کشور، دو مرجع عالی رتبه کشور دو عدد مختلف رو نشون میدن. یکی میگه 5000 تا، یکی میگه 6000 تا خودرو، 6400 تا خودرو. حالا ما اینجا گفتیم چی؟ گفتیم که خودشون هم گفتن 400 میلیون اختلاف هر خودروه. یعنی ما اگر اینجا بیایم 1481 رو من قبلا حساب کرده بودم، دوباره حساب میکنم، 1481 خودرو رو ضرب در 400 میلیون بکنیم، 1481 رو ضرب در 400 میلیون بکنیم، 400,000، 4 میلیون، 40 میلیون، 400 میلیون، 592 میلیارد تومان اختلاف قیمتش. اختلاف قیمت. یعنی دو مرجع مختلف دو عدد متفاوت رو اعلام میکنن، خدا میلیارد تومان اختلاف قیمت این عدداشونه. خب ادامه بدیم. اینو بعد سازمان بازرسی کل کشور که خودش بعد بازرسی بکنه یه چیز دیگه میگه. حالا ببینید که وقتی که هر چیزی که بگندد نمکش میزنن، وای به حال این که بگندد نمک. خب به گمرکات کشور را تایید کرد و در اطلاعیه خود آورده است از این تعداد 1900 خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است. بازم یه عدد دیگه میگه. اونجا سازمان بازرسی میگه 4000 تا خودرو ترخیص شده، اینجا میگه 1900 تا. اینو دیگه من بهش نپرداختم دیگه. و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص 1900 خودرو به کشور هستند و پس از شناسایی و برخورد با متخلفان نتایج را به اطلاع عموم می‌رسانند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور دیروز با اشاره به موضوع خودروهای خارجی و گران شدن بیش از حد آن اعلام کرده بود متاسفانه سایت وزارت صنعت معدن و تجارت هک و حدود 5000 خودروی مدل بالا و گران قدر به مجری میگه حدوده، در صورت اینکه این آقا دقیق عدد داد، گفت 5000 تا قیمت وارد کشور شده که از این تعداد حدود 4000 خودرو ترخیص و وارد بازار شده است. به همین راحتی اصلا دور همه. اما بریم بپردازیم به این متن نامه‌ای که دیروز خبرگزاری مهر اون رو منتشر کرد و اومد خیلی ضمن اینکه اومد یه سری از موارد رو رعایت کرد و خیلی به اینها اصطلاحاً حمله مستقیم نکرد. ببینیم که چی گفته. ما اومدیم امروز از برنامه فتوشاپ هم کمک گرفتیم که با هم دیگه یه سری کارها رو توی برنامه فتوشاپ انجام بدیم که یه سری از این پشت پرده ها از طریق نرم افزار فتوشاپ شما میتونید بهش برسید. خب متن نامه چی هستش؟ نوشته که جناب آقای دکتر شریعت مداری وزیر محترم صنعت معدن تجارت با سلام و تحیات. ببینید حالا من سعی میکنم که از روی همین نامه خونه هر جاش ناخوانا بود از متن خبرگزاری مهر کمک میگیرم، چون اون هم خیلی مرتب و تمیز نوشته که با هم دیگه بریم جلو.
نوشته که ضمن تبریک انتصاب شایسته حضرت عالی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت احتراما به استحضار میرساند پیرو دستورالعملی تکمیلی واردات خودرو سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی به شماره فلان مورخ 22/6/1394 وزارت صنعت واردات خودرو توسط غیر نمایندگی‌ها منوط به پرداخت 3% ارزش CIF خودروها به نمایندگی رسمی گردید. لیکن در فاصله کوتاهی پس از من اینو یکم زومتر بکنم که راحت‌تر بتونیم با هم بخونیم. دستورالعمل پیروی ماده 6 دستورالعمل معاونت اول محترم ریاست جمهوری به شماره فلان مورخ 12/10/95 واردات خودرو مربوط به ارائه نمایندگی و خدمات پس از فروش نمود. سامانه ثبت سفارش خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای وارد کنندگان غیر نماینده بسته و ثبت سفارش انجام شده ابطال شد. تا اینجاش میدید چی میگه؟ میگه که یک دونه بخشنامه اومده بود، من خیلی راحت میگم، ولی نکته جالب این که این سربرگی که توسط این شرکت مذکور اومده لوگوش شطرنجی شده و اسم شرکت و همه این اتفاقات رو اومده تار کرده که لو نره این شرکت چی هستش. گفته که ما یک ثبت سفارش انجام دادیم، اما این ثبت سفارش با توجه به قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت ابطال شده. در این راستا شرکت، ببینید اینو اومده تار کرده، خبرگزاری مهر اومده چون نام دست خودش بوده نوشته در این راستا شرکت میمره. خب میمره ما کپی میکنیم میاریم این پایین بزرگ میکنیم ببینیم این میمره کیه که اومده نامه زده به وزارت وزیر. خب که عضو رسمی انجمن صنعتی واردات کنندگان خودرو می باشد. شرکت میمره که عضو رسمی انجمن واردات کنندگان خودرو می باشد و یکی از معتبرترین شرکت‌های فعال در عرصه فروش خودروهای خارجی بوده. این رو هم من کپی میکنم که گفته که یکی از معتبرترین شرکت‌های فعال خارجی بوده. این رو هم باز همین شرکت میمره، اینا همه صحبتایی هستش که راجع به شرکت میمره شده. خب بریم پایین تر ببینیم دیگه چی گفته. حالا از این میخونم چون دیگه داریم رفرنس میدیم. جهت ایفای تعهدات به مشتریان خود قبل از تاریخ 12/10/95 اقدام به خرید و ثبت سفارش تعداد 1165 خودرو نموده که پیرو دستورالعمل معاونت اول محترم ریاست جمهوری ثبت سفارش انجام شد. این شرکت ابطال گردید. یعنی چی؟ یعنی ثبت سفارشاشون باطل شده بوده به خاطر اینکه معاون اول محترم، منم کپی میکنم، خیلی راحت خوش داره میگه سفارش ما رو معاونت اول باطل کرد. شایان ذکر است که از این تعداد بالغ بر 640 دستگاه تعهد به مشتریان بوده و 525 دستگاه نیز جهت فروش خریداری شده که این که و در کشور امارات موجود است. این یعنی چی؟ یعنی 640 دستگاه پیش فروش شده. میگه که تعهد به مشتریان، تعهد یعنی چی؟ یعنی تعهد دادن که بهشون بدن دیگه، یعنی پیش فروش. با عینت به این که در صورت عدم ورود این خودرو به کشور سرمایه ملی و وجوه پرداخت شده به کشور عودت نخواهد شد، یعنی پس نمیدیم دیگه سرمایه رو پس نمیدیم و سرمایه این شرکت برای ایفای تعهدات اختصاص یافته بود به شکل بلا تکلیف در اومده. یقینا نه تنها این شرکت را متحمل خسارات بزرگ خواهد کرد بلکه سبب تضییع حقوق مشتریان این شرکت میشه. یعنی عملا میگه که اگه اینا دیگه نوشته که ما نمیدیم پولو، میخواد بخواد نمیخواد نخواد. خب حالا بریم تو فتوشاپ و یه سری نکات داره. نکته اول این هستش که نامه 7/6/1396 اینجا من بزرگ کردم و اینجا هم آوردمش 7/6 نامه زده شده. یعنی چه تاریخی؟ یعنی درست روز مراسم تودی و معارفه آقای محمد شریعت مداری، یعنی روز مراسم تودی معارفه ایشون این نامه به ایشون زده شده. ببین چجور ثابت میشه کرد این قضیه رو. آغاز مراسم توزیع و معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت به حضور جهانگیری معاون اول، خبرگزاری صدا و سیما زده 7/6/96. تاریخو میبینید؟ پس این نامه روزی که آقای شریعت مداری وزیر شده زده شده بوده. و جالب اینجاست که متن این نامه چون یکم ناخوانا هستش ما اینجا اومدیم خانه‌اش رو اینور نوشتیم.
نوشته جناب آقای خسرو تاج، با سلام، حسن حضور این مجموعه در مجموعه واردات کنندگان اندک خودرو مایه تعدیل قیمت‌ها، حتی قیمت نمایندگی است. لذا مطلب این انجمن هم در جلسات سیاستگذاری شنیده شود، یعنی اینکه این شرکت شنیده بشه اسمش. از طرف اگر ثبت سفارش صورت گرفته و تعهداتی به مشتریان ایجاد شده است، نباید لطمه بخوره. یعنی میگه ثبت سفارش این نباید بهش لطمه بخوره، در صورتی که خودشون اینو باطل کرده بودن. یعنی میگه داداش دور همیم دیگه، کارش رو بنداز. حتی اگر درآمد اتفاق بیفتد، یعنی یه پولی هم در بیاد، حالا منظور کدومه؟ منظور این پول دیگه، همچین میگه درآمدی. خب وظیفه نظام مالیاتیه که حقوق حقش را اخذ کند. میگه آقا مالیاتشو میده. 10/6/96. یه نکته دیگه وجود داره. ببینید نامه هفتم به این داده شده، 3 روز بعد جواب داده. اما نکته بعدی اینه که 10/6 نگاه کنید، اینجا تاریخ هم زیرش زده دیگه، 10/6/96. 10/6/96 اینجا پاراگراف کرده. 11/6/96 رفته توی دبیرخونه وزارت صنعت معدن تجارت، اداره دبیرخانه مرکزی، این نامه ثبت شده. توی عرف اداری اینجوری است که اول میرن نامه رو تو دبیرخونه ثبت میکنن، کارمنده دبیرخونه نامه رو میذارن تو کارتابل، میبرن میدن به دفتردار وزیر، وزیر میبره میده به دفتردار وزیر، میبره میده به خود وزیر، وزیر نامه رو میخونه، پاراو میکنه و ثبت میکنه. اما جالبه قبل از اینکه بره تو دبیرخونه این نامه، یعنی 10/6، یعنی یک روز قبلش این دستور رو دادن، بعد رفته تو دبیرخونه ثبت شده. یعنی مشخصه که این نامه دستی رفته داده شده. حالا چیزی که اتفاق افتاده این هستش که بعد از اون گند این قضیه بالا اومد که من الان تعیین کنم که این عکس هستش که اون آقای میمره کسی بوده که توی ستاد آقای روحانی یکی از کسایی بوده که از اموالش، میبینید اینجا شماره اموال، اینجا اسم شرکت بوده، متاسفانه خبرگزاری اصل رو پاک کرده. یکی از کسایی بوده که امکانات در اختیار ستاد آقای روحانی گذاشته و یکی از اعضای اصلی این ستاد بوده. خب که هیچ وقت هم نیومدن اسمش رو بگن و بلافاصله که این اتفاق افتاد گندش در اومد که این شرکت اسمش چی هستش؟ میمره. من اینجا می‌نویسم مفتا رهنورد. حالا شاید مثل قضیه احسان علیخانی بگم آقا این میمره هر شرکت دیگه میتونه باشه، چرا مفتا رهنورد؟ چرا اسم اون رو آوردید؟ به خاطر اینکه وقتی این نامه منتشر شد، این سایت مفتا رهنورده، خب سایت وارد کننده خودروه. برید نگاه بکنید، بیاین پایین، اینجا توی آخرین خبرها یه بیانیه داده شرکت مفتا رهنورد. وقتی رو بیانیه‌اش میزنید این متن نامه است، میاد میگه که متاسفانه زخم خوردگان از شفافیت دولت تبدیل و امید. ببین من اینجا نامه رو دارم، زوم میکنم که شما بهتر بخونید. متاسفانه زخم خوردگان از شفافیت دولت تدبیر و امید حمایت میکنه از آقای روحانی با اقدامی سازماندهی شده توسط رسانه‌های زنجیری حجمه ناجواندارانه را علیه دولت خدمتگزار و وزیر پاک دست صنعت معدن تجارت رقم زدند. خب وزیر پاک دست منظورشون این آقای شریعت مداریه ایشون. خب و با اتکا به تقاضای این شرکت از وزیر محترم در خصوص دستور همکاری در حفظ و حراست از دارایی‌ها و سرمایه شرکت بلوای جدید را ترتیب دادند. حالا میگه بلوا. خب همون گونه که همگان آگاهی دارند، مقام عالی وزارت به شکل روزانه در راستای گریه‌گشایی از امور فعالان اقتصادی دستورات مختلفی را امر به ابلاغ می‌نماید که دقیقاً و مشخصاً دستورات ایشان هست. بعد اومده گفته که حالا نامه طولانیه، بعد میگه که این وظیفه ما هستش که از همه حمایت بکنیم. حالا میگن خب چرا مفتا رهنورد؟ شاید یه کس دیگه‌ای باشه که بخواد این حمایت رو بکنه. ما اومدیم یه دونه فتوشاپ درست کردیم. این تصویر شطرنجی این لوگو هستش که هیچ وقت لو نرفت و این هم سربنگ مفتا رهنورده. اومدیم لوگوی مفتا رهنورد رو کپی کردیم و گذاشتیم کنار سربرگ نامه‌ای که لو رفته بود از دبیرخونه. و نکته بعدی اومدیم امضایی که پایین این نامه هستش رو با امضای پایین این نامه باز دوباره کنار هم قرار دادیم. و شما نگاه کنید اولا که این کناره های اینا رو نگاه کنید، شبیه همه، امضاها شبیه همه و این لوگوها. اگر من این لوگو رو بندازم روی این، خب چون کپی هم هست ممکنه یکم این چیزش رو کم رنگ بکنم. دقیقاً ببینید
لوگو به دست میاد. به همین راحتی مشخص میشه که شخصی که واردات خودرو رو انجام داده شخصی نیست جز آقای میثم رضایی. حالا این آقای میثم رضایی کی هستش و داره چه کاری انجام میده؟ ما اومدیم توی سایت های مختلف یه سرچی زدیم. این آقا جالبه، شخصی هستش که خیلی یقه جر میداد برای این ور اون ور و یکی یکی حالا به این متنای این نامه میپردازیم. یه جا یادتونه اومدیم گفتیم که این شرکت گفته که یکی از معتبرترین شرکت‌های فعال در عرصه فروش خودروهای خارجی بوده، میمره، درسته؟ تو متن نامه یادتونه دیگه. حالا جالبه که خبرگزاری افکار نیوز اومده گفته که احتمال تغییر عضو خودروی اتاق وزارت صنعت معاونت بازرسی سازمان حمایت مفتاح رهنورد مجوز پیش فروش خودرو ندارد. ببینید این شرکتی که اومده بود و گفته بود که من 460 تا دستگاه پیش فروش کردم و وزارت خونه اومده بود پاراف کرده بود که این شرکت بعد این کار رو انجام بده. اینجا دارم میگن که اصلا این آدم مجوز پیش فروش خودرو نداشته. این آقای میثم رضایی هستش. این هم تصویرشون رسانه‌ای میکنیم که یاد بگیرن این افراد و من زوم بکنم قشنگ تصویرش بیاد بیرون. این آقای میثم رضایی هستش، کسی که با رانت تونسته 1160 خودروی با سود 400-500 میلیون تومان وارد کشور بکنه که اینم سربرگ ایشون هستش، اسمشون هم نوشته تو سایت خودشون. کسی که از آقای روحانی حمایت کرده. حالا این آقای میثم رضایی خیلی آدم جالبیه. میدونید خودش اومده گفته که ریشه قاچاق خودرو در وزارت صنعت هست. خب یعنی اومده وزارت صنعت رو برده زیر سال، خودش رفته رانت گرفته از وزارت صنعت. برید خبراشو بخونید خندتون میگیره. اینجا اصلا گفته ریشه فساد. بعد جالبه، حالا بریم جلوتر، تو رسانه ها یعنی چپ و راست صدا و سیما این آدمو دعوت کرده تو برنامه‌های مختلف. نگاه بکنید اخبار شبکه 1، نمیدونم برنامه اسرانه، شبکه افق، و ببینید که اصلا تو صحبت خودش میاد میگه که نمیدونم رانت وجود داره، دلال وجود داره، نمیدونم اونا میان با رانت خودرو وارد میکنن. بریم صحبتاشو بشنویم. آقای میثم رضایی که خودش رفته با رانت لابی خودرو وارد کرده، بشنویم تا ادامهشو بشنویم. چند هفته ایست که ترمز بریدن در بالا رفتن از نمودار افزایش قیمت. خودروهای وارداتی این روزها هر ساعت یک قیمت دارند، قیمتی که فقط بالا می رود، از 10 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان. وارد کنندگان خودرو میگویند پیشی گرفتن تقاضا از عرضه دلیل اصلی است. تبعات بستن سامانه ثبت سفارش و انحصار در دست یکی دو تا از شرکت‌های خاص که وارد کننده هستن و وارد هم میکنن حتی بعد از بسته شدن سایت ثبت سفارش باعث شد که تعداد محدود و اندکی به بازار خودرو ورود پیدا کنه. ببین خودش لو میده، میگه تعداد اندکی خودرو به بازار ورود پیدا کنه. اینجا همش هم میاد بقیه رو میکوبه که بخواد یه تشنجی تو جامعه را بندازه. بریم مثلا این خبر اینو که گوش بدیم. گفته مسئولین سازمان توسعه تجارت و خود سازمان توسعه تجارت که 4-5 هزار خودرویی که به صورت قاچاق وارد کشور شده و مدعی قاچاق شدن، یعنی که سایت هک شده. این نکته مطرحه، این بحث مطرحه که چطور ممکنه که سایتی هک شده باشه و در یک بازه زمانی 4 ماهه این هک شدن سایت ادامه دار باشه و این سایت در ساعت همیشه در ساعت خاصی از شب هک شده باشه و قشنگ خودش آمار اطلاعاتو داره. یکم نمیاد خیلی خوش بگه داداش شما خودت ورود زدی به کشور 1160 خودرو. و خیلی هم جالبه ببینید این بخشنامه‌های محرمانه‌ای که وجود داره که یکی از اونها مربوط به گمرک هستش و به دست ما رسیدنم سیو کردم. این هستش گفته که باد به پیوست تصویر نامه فلان مورخ 8/9/96 کلیه مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ارسال و خوشمند است. دستور فرمود که از ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش آنها از تاریخ 28/4/96 به بعد صادر گردیده است اکیداً خودداری کنند. ببینید وقتی اینجا میاد میگه که یه نامه زده میشه که میگه از 28/6 به بعد اکیداً خودداری بکنه، این تأکیدی که مشکوکه. یعنی پس حتما داره خودرو وارد کشور میشه. 28/4 به بعد گفته. این نامه‌ای که اومد بیرون 7/6 بوده.
7/6/96 بوده، یعنی 2 ماه بعدش بوده که اینها دست و پا زده بودن که و این نامه 8/9 بوده، یعنی از برج 4 تا برج 9 داشته خودرو وارد می شده که یکی از کسانی هم که خودرو وارد کرده بوده این مفتاح رهنورد بوده که تاریخ 7/6 با دستور وزیر خودروهاشو وارد میکنه. هی میاد تاکید میکنه آقا خودرو وارد نکنید. دوباره توی بخش دیگه دوباره میاد نامه میزنه تاکید میکنه، میگه بعد جالب خودشون هم مبرر میکنن، میگن که احتراما نسبت به این نامه‌های قبلی نسبت به ثبت سفارش خودرو بنا به دستور مقام محترم وزارت وقت طبق هماهنگی به عمل آمده از تاریخ 28/4/96 ثبت سفارش برای واردات خودرو توسط این دفتر انجام نگردیده، یعنی میگم آقا انجام نشده، آخر ما رو نگیرید. در صورتی که اینجا دوباره یه بخشنامه دیگه زده بودن و گفته بودن که باز دوباره همون بخشنامه‌های قبلی، آقا ما دیگه خودرو وارد نمی‌کنیم و تو اون تاریخ سایت بسته است، ولی باز اون شرکت داشته خودرو وارد می‌کرده و وزیر محترم چقدر حواسش به این بخش خصوصی مفتاح خودرو هست دیگه که بهشون گفته خودرو وارد کنید. اما نکته جالبتر این هستش، اسم مفتاح خودرو رو شما در شرکتایی که دارن ارز دولتی دریافت میکنن نمیبینید که بحثش هم بحث وزارت بهداشت درمان بودش که گفتم آمبولانس وارد کرده، اما وقتی شماره تعرفه ها رو نگاه میکنید اینا شماره تعرفه های خودروهای حالا دیزلی و اصطلاحاً بنزینیه و حالا اینجا نوشته بنزینی، اما خب تا جایی که ما میدونیم وزارت بهداشت درمان خودروهای گازوئیلی استفاده میکنه، شاید هم بنزینی، من تا جایی که میدونم خودروهاشون گازوئیلیه. اما شما وقتی تمام این لیست رو نگاه بکنید اثری از مفتاح خودرو نمیبینید و احتمالاً این شرکت تحت پوشش یک شرکت دیگه ارز دولتی گرفته و داخل کشور خودرو وارد کرده. و جالب اینجاست ببینید وقتی این شرکت ها میان و ارز دولتی میگیرن میلیاردی میتونن رانت بکنن یه شبه. که جالبه این وزارت صنعت معدن تجارت هم اومده بود گفته بود که ما خیلی اعتقاد داریم که خیلی هم حساس بود که اسامی این شرکت ها اعلام نشه. خب این شرکت هایی که یه شب میلیاردی سود کرده بودن، این میمره ها، این آقای میثم رضایی ها و مفتاح رهنورد ها، بریم گوش بدیم که چرا اینها با توجه به این توضیحات فکر کنم متوجه شدید که چرا آنتایی پشت پرده داشته صورت میگرفته و چرا این آقای شریعت مداری انقدر داشت هرس میخورد که نباید اسامی اعلام بشه. کسانی که از این فرصت‌ها برای سودجویی بهره میگیرن حتما بایستی ما متناسب با شرایط تحریم به گونه‌ای که لطمه‌ای به نظام تأمین داخلی وارد نیاد، اسامی کسانی که از ارز 4200 تومانی بهره مند هستند رو در اختیار نهادهای نظارتی قرار بدیم. و گفت چی به چی لطمه نزنه؟ گوش بدید بار دیگه. لطمه‌ای به نظام تأمین داخلی وارد نیاد. لطمه نزنه. خب بله خودتون دستور دادید، نامه رو دادید، خب اگه لو بره خب مشخص میشه لطمه به جایگاه خودتون وارد میشه. خب اسامی کسانی که از ارز 4200 تومانی بهره مند هستند رو در اختیار نهادهای نظارتی قرار بدیم و هر بخش که رئیس جمهور محترم تاکید فرمودن در مرعا و منظر عامه مردم قرار بدیم، منتشر کنیم. نمیدونم یه رسانه‌ای از قول من نقل کرد یه خبرنگار محترمی که فلانی از افشای نام وارد کنندگانی که از 4200 تومانی در اختیارشون قرار گرفته موافق با این کار نیست. من نمیدونم چجوری بوده این همچین نظری رو مطرح کردن. اما اون چی که مورد تاکید ماست اینه که نظام اقتصادی کشور باید تصمیم بگیره، رئیس جمهور محترم دستورشو بدن، اون مرجعی که تأمین ارز 4200 تومانی رو نهایتاً انجام میده اطلاعات در اختیار او هست، بانک مرکزی جمهوری اسلامی. اگر یا خدای نکرده بنده بیام اسامی کسانی که ثبت سفارش کردن رو به عنوان وارد کننده اعلام کنم، مثل این من اومدم به جنگ مخصوصی رفتم. ما که چیکار نمی‌خوایم بکنیم؟ هر کی ثبت سفارش کرد که واردات کالا نکرده، هر کی ثبت سفارش کرد تخص ارزم گرفت باز واردات کالا. خب حرفش درسته، هر کسی ثبت سفارش بکنه که واردات نکرده، ولی اون آقازاده ها و اون دوستان شما که رانت میلیاردی میکنن اونها میتونن از این امتیازات بهره ببرند، نه شماها. و اینجا هم جالبه که یه نامه اومده بود بیرون از وزارت صنعت معدن تجارت که داخل این نامه دقیقاً ذکر شده که شرکت‌هایی که فاقد نمایندگی مجاز هستن نمیتونن ثبت سفارش خود رو انجام بدن، در صورتی که اینجا هم در این نامه ذکر شده که اینها گفتن که ابطال شده بوده چون نمایندگی نداشتند. خب اما این آقای کاری کرده که اینها با توجه به دستور عمل خودشون تونسته خودرو وارد بکنه. حالا ببین اینایی که یه شب پولدار میشن چجوری پولدار میشن؟ این هم به عنوان
کلمه پایانی میذارم و ببینید که واقعا یه شبه این افراد با رانتا و با دستبایی پاراگراف 3 خطی چجوری میتونن چه پولهایی رو جابجا بکنن. بشنوید. رأس مافیای خودروی ما که الان هم تو دولت، خب در دولت گذشتم بودن، اینها جالبن، چند زیستی ان اینجور آدما. هر دولتی با هر تفکری میخواد اصلاحات باشه، میخواد اصولگرا بشه و جایگاه خودشونو داره. حالا من نمیدونم این چه رمز و رازیه که این آدما هستن. دقیقاً قبل از این که بخواد سایت ها بسته بشه، یک مرتبه کسی که مثلا 500 تا 1000 تا حتی تا 2000 تا هم وارد کرده 4000 ماشین میاره تو گمرک میخوابونه. اینا رو میخوابونه دقیقاً چند روز یا شاید 2-3 هفته قبل از بستن سایت میره ثبت سفارشش رو وارد میکنه. سایت بسته میشه، ماشینی رو که داشتن با SMS شده، با تبلیغ شده، با جایزه گذاشتن شده، نمیدونم با اقساط بدون بهره دادن شده، فروش نمیرفت. قبل از بسته شدن سایت آقا ثبت سفارشش کرد. با بسته شدن سایت ها خیلی بیش از اون چیزی که با افزایش حدود 30% قیمتی که متداول بوده وارد بازار کرد. یه کاری اینجوری فقط یک وارد کننده که اطلاع از همه موارد داشته و به موقع میره اصلا کاملا برنامه‌ریزی عمل میکنه، یه چیزی بین 250 تا 350 میلیارد سودشو داری حرکت میشه. تقریبا اون عددی که ایشون داره میبره نامیبره خیلی نزدیک به این 592 میلیارد تومانیه که ما به دست آوردیم. خب این رانت نیست چیه؟ این رانت اطلاعاتی از سیستم نیست چیه؟ این سوء استفاده نیست چیه؟ چیه؟ آقای جهانگیری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دنبال کسی نگردید، دوستتونه آقای گ که من دیگه مجرم میشم اگر بخوام اسم آقای گی هم حالا به زودی اسمشو منتشر میکنیم، یه تحقیقاتی بکنیم بگم کامل. کجا داریم دنبال مفسد؟ میگه قانون میگه که در عرض 6 ماه قوه قضاییه باید پرونده های مربوط به ترک تفحص رو تعیین تکلیف کنه و بعد از 6 ماه اتفاق نمیافته. مرسی تا این لحظه با ما بودید. حالا قسمت بعدی هم خواهد داشت، پرده برداری میکنیم از اسامی افراد مختلف. دیگه ما بر نمیتابیم بگن میم ر دالزار رزه، هویت همه رو افشا میکنیم. آقای مفتاح رهنورد که شرکتشون البته مفتاح رهنورد، اسم خودشون میثم رضایی هستش، من اینجا بنویسم میثم رضایی و بیاد پاسخگو باشه. حتما ویدیوها رو گفتم لایک کنید، به اشتراک بذارید، کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو هم سابسکرایب کنید. مرسی که تا این لحظه با ما بودید.